توسط مردم یک محله از بین رفت. از خاطر تاجیک ها و رسوالی را ولایت ساختن گفتیم درست. به خاطر جانفشانی تاجیک ها مردهشان قهرمان ملی شد گفتیم درست. زندهشان مارشال شد گفتیم درست. تمام افرادشان فرزندان موچی و همامیشان جنرال شد گفتیم درست. امروز دوباره آمدن و تعصب تاجیک در بین انداختن که تاجیک جان تو بمر که احمد ولی جان در غرب آرامش داشته باشد. تاجیک جان تو بمر که من در فلانه جای اتریش زلای زازه بیارم در کنارم بسانم. تاجیک تو بمر که من فوزه کفی را بیارم به نمایندگی گپ بزنم. تاجیکان عزیز، ما یک عمر تمام طی 40 سال در پشت مردم ایستادیم، جنگیدیم و وقتی که در اقتدار رسیدن هیچ چیزی نشدیم. آیا من در کودکی هایم به یاد دارم که از طریق شورای نظار هلیکوپترهای ورتلوت روسی در کشم ما پایان میشد و یکسره تابوت پایان میکرد و زمانی را به یاد دارم که مرده هایشان قهرمان ملی شده بود و زنده هایشان مارشال، کسی لای از ما را بلند نمیکرد. برای من هیچ تفاوتی نمیکند. در زمانی که اقتدار مارشال فهیم بود من بدخشانی لوی درستیج نشده بودم. امروز که اقتدار کاملا مخالفین این ملیت را که برای ما معرفی میکنن، لوی درستیج از ملیت من است.